وقتی بچه‌تون دعوا میکنن 3 کار انجام ندید. یکی اینکه هیچ وقت دخالت نکنید، فقط نظارت میکنید، نمیری جلوها. این داداش من گردنم میگرفت فشار میداد مثل گوسفند. یعنی من گفتم بابا دلم خفه میشم. بابام گفت خودت نجات بده. گفتم نمیتونم. گفت پس همون زیر بمیر. به هیچ عنوان نباید برید. اگه بچه اومدن پیشت قضاوت نکن. بعضی سریع قضاوت میکنن. معمولا کوچیک با گریه میاد. مامان به خدا منو زد داداش. سریع مامان گیر میده به بزرگه. گنده بک خرس خاک تو سرت کنم. 6 برابر اینی آدم نیستی. به کوچیک گیر میده. آب زیر کامار مولک تو جفتشم غلطه. به جای این کارا رو کنی به کوچیک بگو ببینم چی شده، تخلیه‌اش کن. کوچیک میگه مامان به خدا واکنی کرد تو حلقم جاشم مونده. دیدی با گریه میگه نه من مدل لای در انقدر به جان داد دستم باد کرد. بزرگم اون بر واسطه به خدا دروغ میگه. اگه پسر باشه ناموسان دروغ میگه. بعد مامان خب بس دیگه به بزرگ تو بگو. بزرگه معمولا توجیه میکنه. اولا که پاکون نکردم تو حلقش، دهنش بود رفت تو حلقش. من می‌خواستم بزنم پشت سرش، خودش دهنش اونجوری کرد رفت تو حلقش. دومندش کتابمو جر داده میفهمی صداشم میبره بالا. مادر میگه خاخا بسه، تو برو تو اتاق، تو هم برو تو حال. از این لحظه به بعد کسی شلوغ خونه تقصیر اون بوده. یعنی هیچ وقت مقصر مشخص نکن، چون اینا یه ربات با هم رفیق میشن شما ضایع میشین. پس 3 هیچ وقت بچه‌هاتو مقایسه نکن. این 3 تا کار نموده بچه‌ها انجام بدید، بچه‌ها تو رشد خوبی پیدا